خب اومدیم جشن عید تاجیکستان. یه چیز جالبی که اینجا بود این که برای ورود به این جشن شما باید دعوتنامه داشته باشیم. حالا ما دعوتنامه نداشتیم، اومدیم اینجا انقدر صحبت کردیم و اینا تا اجازه دادن ما وارد بشیم، ولی کلا شما باید تشریف برین سفارت ایران، حالا یا مثلا وزارت خارجه هم مثلا در ایران که هستین از کنسولگری تاجیکستان دعوتنامه بگیریم برای شرکت در این مراسم، وگرنه به شما اجازه ورود به این مراسم رو نمیدن. جهت اطلاع دوستانی که میخوان در این مراسم شرکت کنن، ضمن اینکه این مراسم قاعدتا روز 21 مارس برگزار میشه، ولی خب امسال به چند دلیل 25 مارس برگزار شد. یکی اینکه هوا خراب بود و بارندگی بود و بارون می اومد. روز 24 مارس قرار شد که برگزار بشه، ولی در 24 مارس هم اتفاقی که افتاد این بود که یک حمله تروریستی در روسیه اتفاق افتاد و این کشورهای حوزه روسیه همه عزای عمومی اعلام کردن و یک روز این مراسم باز هم به تأخیر افتاد. حالا اینو گذاشتم خدمت دوستان عزیزی که میخوام به تاجیکستان سفر کنن و در مراسم نوروز شرکت کنن، حتما به این نکته‌های بسیار ریز دقت داشته باشن.